این الان یه کاسه است، خیلی کوچولو، خیلی کوچولو. اینجا من یه چیزی دارم میبینم شبیه کاسه است. حالا اصلا بماند که بهش میگن سینی، بخاطر اینکه شبیه حرف سینه. من خودم باشم فکر می‌کنم شبیه کاسه است. می‌دونی آخه این دوتا نیست. چیزی که شما اینجا دارید می‌بینید یکی دیگه هم این پشته. این الان یه کاسه است. خیلی باحاله. خدا سه تا از اینا رو یکی، دو تا، یکم عقب گذاشته ابتدای سفره شوشی و از اون طرفم ابتدای سفره آرد. خدا اومده ابتدای اینا سه تا کاسه گذاشته. خون وقتی با فشار میزنه این سه تا کاسه رو از هم یه ذره دور میکنه، خون رد میشه میره بالا، چون زور خون زیاده دیگه، حدود 120 میلیمتر جیوه است، خیلی زیاده. بعد فشار این خون که حدود 120 میلیمتر جیوه است الان در لحظه انقباض بطن میزنه این سه تا پیاله رو از هم فاصله میده میره تو. بعد لحظه بعدی که مایچه‌های دو تا بعد به حالت استراحت در میان، اون فشار از روی خون برداشته میشه. حالا دیگه خونی که با فشار رفته بود توی سفره، دو تا سفره شوشی و سفره آب، اینا میل به برگشتن پیدا می‌کنن، دوستان دوباره برگردن توی بطن‌ها، بطن راستش. این پیاله ها این خون می‌خواد از بالا برگرده. بعد بچه‌ها این پیاله‌ها اینجوری زاویه گرفته بودن، باز شده بودن، خون توشون جمع میشه، تو این پیاله جمع میشه، سنگینی می‌کنه، دیگه نمیذاره خون برگرده، دریچه رو می‌بنده. یعنی زمانی که انقباض بطن تموم میشه و بطن به حالت استراحت در میان، جفتشون با هم این پیاله ها سنگینی می‌کنن،